خانم آقایان، بینندگان گرامی و ارجمند، با درود فراوان، من پرویز فیروزگار و من مریم آریان از شما دعوت میکنیم به مشروع اخبار بامدادی تلویزیون کانال 1 توجه فرمایید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اظهار نظر مستقیم خود نسبت به رویدادهای خونین روز عاشورا در ایران اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی در قبال مردم را به شدت محکوم کرد. اوباما که در حال گذراندن تعطیلات کریسمس در هاوایی است، در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده همراه با جامعه جهانی خشونت و سرکوب ظالمانه شهروندان ایران توسط دولت آن کشور را محکوم می کند. اوباما گفت مردم ایران چیزی جز اعمال حقوق خود نمیخواهد، اما هر بار این خواسته خود را بیان کرده، حتی در روزهای مذهبی با مشت آهنین روبرو شده است. رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری اسلامی خواست تا به تعهدات بین المللی خویش گردن نهد و حقوق شهروندان را محترم شمارد. وی گفت ما خواستار آزادی فوری تمام کسانی هستیم که ناعادلانه در ایران بازداشت شدند و همراه با ملت‌های آزاد جهان در کنار کسانی قرار داریم که در پی حقوق انسانی جهان شمول خود هستند. اوباما تأکید کرد که تصمیم رهبران ایران برای حکومت از طریق ایجاد وحشت و اعمال ستمگری به زدودن اشتیاق مردم ایران برای رسیدن به عدالت موفق نخواهد شد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای که از سوی سوئد ریاست دوره‌ای آن صادر شده نسبت به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران در روز عاشورا واکنش نشان داد و استفاده از خشونت علیه معترضان را محکوم کرد. این اتحادیه آزادی بیان و برپایی اجتماعات مسالمت آمیز را حقوق جهانی دانست که باید مورد احترام دولت‌ها قرار گیرد. در بیانیه آمده است که استفاده از زور و بازداشت خودسرانه نقض حقوق انسانی محسوب می شود. سازمان عفو بین الملل نیز خشونت‌های نیروهای انتظامی در روز عاشورا را محکوم کرد و از رهبر و دولت جمهوری اسلامی خواست تا از استفاده از ابزار زور پرهیز کنند و مانع دخالت پاسداران و بسیجیان در تظاهرات شوند. در بیانیه سازمان عفو بین الملل همچنین از افزایش و تشدید خشونت‌ها در ایران ابراز نگرانی شده است. در همین حال وزیران خارجه بریتانیا و روسیه نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود را آزاردهنده و نگران کننده خواندند و خواهان خویشتن‌داری دوجانبه نیروهای دولتی و مردم شدند. پیش از این نیز کشورهای امریکا، آلمان، فرانسه، کانادا و ایتالیا نیز اقدامات پلیس ایران را محکوم کردند. این باید همه دانشگاه همه نزد باشه. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس خبری در تهران برخی کشورهای غربی را به حمایت از آشوبگران متهم ساخت و از احضار سفیر انگلستان در تهران خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه موضع‌گیری کشورهای غربی در قبال وقایع ایران را دخالت در امور داخلی این کشور خواند و این اقدامات را مخالف ارزش‌ها و اصول رایج در همه کشورها دانست. در همین حال منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز با متهم ساختن برخی از کشورهای غربی در امور داخلی ایران دولت بریتانیا را تهدید کرد که اگر دست از یاوه‌گویی‌های خود بر ندارد تو دهنی خواهد خورد. منوچهر متکی گفت آمریکا و کشورهای اروپایی باید به اظهارات خودسرانه خود پایان دهند و افرادی که در روزهای عاشورا اقدام به تخریب اموال عمومی کردن نیز نباید به این بیانیه ها دل خوش کنند.
به نظر می رسد سخنان متکی و میهمان پرست در واکنش به اظهارات دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا است که در بیانیه خود از شجاعت عظیم مردم ایران در رویارویی با حکومت ستایش کرده بود. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، سایمون گس سفیر بریتانیا در تهران امروز به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی در خصوص دخالت‌های این کشور در امور داخلی ایران به وی ابلاغ شده است. آیت الله دستغیب با انتشار پیامی شهادت خواهرزاده میرحسین موسوی و دیگر شهدای روز عاشورا را تسلیت گفت و خواستار شناسایی قاتلان و محاکمه آنان شد. این مرجع تقلید در پیام خود از مقامات حکومت خواست تا زندانیان را آزاد کنند و از این همه خلاف شرع و قانون به بهانه حفظ نظام دست بردارند. وی همچنین از علمای راستین در تمام شهرها خواست تا قفل سکوت را بشکنند و از حاکمیت بخواهند تا به قانون اساسی عمل کند. آیت الله دستغیب در پایان آرزو کرده است که انقلاب از دست متحجران آزاد گردد. همچنین دانش آموختگان ایران اسلامی با انتقاد شدید از نظام جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب مخالفان در روز عاشورا پرسیده است: این چه حکومت دینی است که دروغ و ریا رایج است ولی جان انسان در آن همچون برگ خزان کالایی بی ارزش است؟ در همین حال مجمع روحانیون مبارز ضمن محکوم کردن حمله به حسینیه جماران و اهانت‌ها به بیت و میراث امام گفت باید خون گریست. جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در بیانیه حوادث روز عاشورا را در تهران نشانه شکست کودتا توصیف کرد و نوشت دستگیری‌های گسترده بعد از عاشورا دلیل عمق‌یابی جنبش و خارج شدن کنترل اوضاع از دست کودتاشیان است. ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران بامداد امروز در منزلش دستگیر شد. به گفته یکی از بستگان ساعت 1:30 پس از نیم شب گروهی لباس شخصی وارد منزل شمس الواعظین شده و با یک حکم دستنویس که احتمالاً توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود وی را تهدید کردند که اگر همراهشان نرود به زور خواهند برد. روز گذشته نیز جمعی از چهره‌های مطرح سیاسی از جمله عمادالدین باقی، ابراهیم یزدی، حشمت الله طبرزدی، علیرضا بهشتی و گروهی از یاران و مشاوران میرحسین موسوی در یک هجوم سراسری بازداشت شدند. پارلمان نیوز همچنین از بازداشت مرتضی حاجی و حسن رسولی مدیر عامل و قائم مقام بنیاد باران و ضبط اسناد این مرکز فرهنگی خبر داده است و گزارش‌های جدید حکایت از ادامه موج بازداشت‌ها دارند. رضا تاجیک، مرتضی کاظمیان، کیوان مهرگان، علی مهرداد، حسین موسویان و همچنین نوشین عبادی خواهر شیرین عبادی و شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد نیز از جمله بازداشت شدگان در ساعات اخیر هستند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران کشته شدن 7 تن را در روز عاشورا تایید کرده و هشدار داده است که هیچ کس در حاشیه امن نیست و دستگاه قضایی با کسی شوخی ندارد. دادستان تهران به خبرنگاران گفت که 7 تن در تهران کشته شدند که یک مورد با گلوله و بقیه بر اثر برخورد جسم سخت و آسیب‌های مشابه کشته شدند. جعفری دولت آبادی تایید کرد که افرادی که در روز عاشورا دستگیر شده اند در صحنه حوادث بوده اند و در بین آنها تفکیک سیاسی و غیر سیاسی نداریم. همزمان با هشدار دادستان تهران نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها از مسئولان خواسته است که به وظایف قانونی خود در مقابل آنچه حرمت شکنان و هتاکان خوانده شده عمل کنند.